اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 66 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 67 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس السابع و الستون، یعنی درس 67. درس 67 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید اولا حفظ کرده شوند. صاحب کتاب میگوید زعمو. زعمو یعنی گمان کردن ویها، یا پین داشتن ویها، یا اعتقاد کردن ویها. پس این طور ترجمه کرده می شود. پس زعمو این فعل ماضی جمع مذکر غایب است، گمان کردن ویها مردها. اگر میخوایم مفردش بگیم زعمه. زعمه یعنی گمان کرد، زعمه گمان کرد، اعتقاد کرد، پین داشت. یزعمو گمان میکند، پین می‌دارد و باور می‌کند. این طور ترجمه کرده می‌شود. زعمو گمان کردن ویها. بعدش میگوید وصفه. وصفه یعنی صفت کرد. وصفه یعنی که صفت کرد، وصف کرد. فعل مضارعش میشود یصفو. یصفو یعنی وصف میکند، صفت میکند. وصفون وصف کردن، صفت کردن. اکنون اینجا دقت بدید که اعلال استرفیه به وجود می آید. وصفه وصف کرد. یصفو میگیم، نمیگیم یو صفو، واو حذف میکنیم، میگیم یصفو. پس یصفو این واوش حذف میشود به خاطر اینکه واو بین حرف مضارعاتی مفتوح فتحه دار و بعدش عین با مکسور است، یعنی بین فتحه و بین کسره در واو قرار که گرفت، واو حذف کرده میشد. یصفو نمیگیم یوصفو، اصل یوصفو است، واو حذف کردیم. پس وصف یصفو این مثال واوی است، چطوری که میبینید در اولش واو است، مثال واوی است. از 22 باب صرفی از باب دوم هست، از باب ضرب یضربو است. وصف یصفو از باب ضرب یضربو است. بعدش میگه صناعتون. صناعتون یعنی استحصالات. صناعتون استحصال، صناعه استحصال. بعدش میگه جمعش میشه جمع مؤنث سالم صناعاتون. صناعاتون استحصالات، استحصالها. بعدش میگه زراعتون. زراعت یعنی زراعت، زراعت کشاورزی. بعدش میگه زراعاتین. زراعاتون جمع مؤنث سالم، زراعاتون یعنی کشاورزی ها، زراعت ها. بعدش میگه مناخون. مناخون. مناخون یعنی که باد و هوا، مناخ باد و هوا. و میم را دقت کنید که باید مناخ بگیم، یعنی میم فتحه داشته باشد. اگر بگیم مناخون، میم ضمه بته بگیم مناخون، مناخون آغلی شتر میگن، جای شتر خواه میکردگی را مناخ میگن. اما مناخ شد، میم فتحه که شد، در این صورت باد و هوا میشود. حرکت را دقت کنید، از این حساب است که در زبان عربی حرکت رول مهم میبازد. بعدش میگه لولا اگر نه. لولا اگر نه. این لولا
خاصیت های خوب در علم نحو دارد یا بعضی خاصیت ها دارد که بعد از لولا واجب است که ما خبر محذوف کنیم. لولا خبر واجب است محذوف بودنش در شرح، در وقت عباره را که خواندیم در پایان حوارت، در حوار انشاءالله بعد بیانش میکنیم. اما همین قدر بدونید که بعد لولا واجب است که خبر، یعنی بعد لولا مبتدا میاد اما خبرش ذکر نمی شود، برای واجب است که خبر باید حذف کنیم. خبر حذف کردن واجب است. بعدش میگه نصیحتون، نصیحت با توجه که میگیم نصیحت، نصائح و نصیحت ها، نصائح و نصیحت ها این صیغه منتهی الجموع که است، از این حساب آخرش تنوین قبول نمیکند. بعدش میگه امتحانون، امتحان با توجه که امتحان میگیم، اگزامین امتحان، آزمایش، امتحان هم چه میشود؟ آزمایش بگوییم. بعدش میگه امتحاناتون، امتحاناتون یعنی آزمایش ها، امتحان ها، اگزامین ها. بعدش میگه ادى الامتحان، ادى الامتحان یعنی سپرید اگزامین را، سپرید امتحان را، ادا کرد آزمایش را، سپرید آزمایش را. ادا کرد، سپرید. ادا فعل ماضی است، ادا فعل ماضی است. ادا یؤدی، یؤدی فعل مضارعش، ادا یؤدی از باب فرح یفرحو است، از 22 باب صرفی از باب هشتم هست، از باب فرح است. ادا یؤدی. الامتحان یعنی امتحان را. بعدش میگه رسب فی الامتحانی، رسب فی الامتحان یعنی ناکام شد در امتحان. رسب ناکام شد، غلطید در امتحان. رسب فعل ماضی است، فعل مضارعش میشود یرسبو، یرسبو یعنی که ناکام میشود، میافتد، میغلطد از امتحان، یعنی ناکام شدن. یرسبو مصدرش میشود رسوبون، رسوبون افتیدن، غلطیدن، از امتحان غلطیدن، ناکام شدن مصدر هستین. پس رسب یرسبو از 22 باب صرفی از باب یکم است، از باب نصر ینصرو است. رسب یرسبو، نصر ینصرو. بعدش میگه خسیره، خسیره یعنی که ضرر دید، زیان دید، یا بای داد، یا زیان کرد، زیان کرد، بای داد، به این معناها می شود. و فعل مضارعش یخسرو، خسیره فعل مضارعش یخسرو، بای می دهد و ضرر می کند. خسرون ضرر دیدن، بای دادن. چطوره که الله هم در سوره والعصر میگه که ان الانسان لفی خسر. خسر ان همین است، مصدر همین است. هر آینه میگه انسان در ضرر بینی هست، اگر که اون چیزهایی که الله میگوید اون را اگر انجام ندادی، بدون ای انسان که تو در ضرر و در ناکامی و در بای دادن حیات و عمرت هستی. خسر ضرر. پس خسیره یخسرو از 22 باب صرفی باب چهارم است، باب علم یعلمو است. خسیره به مثل علم، یخسرو به مثل یعلمو از باب چهارم است. بعدش میگه کاملا، کاملا پر، کاملا یعنی پر، کاملا. بعدش میگه این لم اگر نه، این لم اگر نه دوام دارد، یعنی این لم تفعل مثلا اگر نکنی، اینجا دوامش آمدگی است. ببینید میگه که این لم تفعل ما امرک، اگر انجام ندهی آن چیزی که امر کردم من تو را، اگر انجام ندهی آن چیزی که امر کردم من تو را. دقت دارید این لم اگر نه تفعل انجام ندهی، این لم تفعل انجام ندهی، این به معنای اگر، این شرطیش میگن. ما امرک آن چیزی که امر کردم تو را، در اینجا فعل شرط است، جواب شرط نیست. یعنی این لم تفعل ما امرک، مثلا اضربک یا اضربک، یعنی که اگر انجام ندهی آن چیزی که من تو را امر کردم میزنم تو را. یا اؤدبک یعنی ادب میدهم تو را، یعنی جواب شرط ذکر نشده است اینجا.
این لم تفعل ما آمرک، اگر انجام ندی اون چه که امر کردم تو را. آمرک در اصل امرک ده همزه بود، همزه اول فتحه دارد، همزه دوم ساکن، همزه دوم رو قلب موافق حرکت اول کردیم شد دو همزه است. آمرک اصل امرک، اون چه که امر میکنم من تو را. حدیثون حدیث، حدیثون حدیث، حدیث پیغمبر یا حدیث به معنای سخن هم میاد، اما در اینجا حدیث به معنای حدیث پیغمبر است، سخن پیغمبر. احادیث و حدیث ها. بعدش میگه استمع الی، استمع الی یعنی گوش کرد به، گوش داد به، استمع گوش کرد، گوش داد. بعدش میگه متسع من الوقت، متسع من الوقت یعنی وقتی کافی، متسع من الوقت یعنی وقتی کافی، متسع یعنی کفایت کننده، متسع زیاد، من الوقت از وقت یعنی وقتی کافی. پس وقت در اول ترجمه میکنه، متسع را در آخر، وقتی کافی. بعدش میگه رغبت عظیمه فی، یعنی که رغبت عظیمه فی یعنی کوشش زیاد در، رغبت کردن کوشش کردن، یا به معنی محبت هم میشود، محبت زیاد در، رغبت محبت میشود. و با توش کم رغبت داره میگیم فلان آدم باید فلان چیز رغبت دارد، یعنی محبت دارد، میل دارد و کوشش دارد، به همین معنا ترجمه کرده میشود. رغبت عظیمه فی یعنی که رغبت بزرگ در، کوشش زیاد در. کنت علی رغبت عظیمه فی، بودم با رغبت زیاد، رغبت بزرگ در، بودم با رغبت بزرگ در. پس بعدش میگه حال دونه، این حاله را در حوار یگان مثال نیاورده است که تو اینکه حاله را بفهمیم که چی معنا قطعی آورده استش. اما خود حاله، حال یحولو حیلولتون به معناهای گوناگون می آید. مثلا به معنای می شود حال دونه یعنی که جلوگیری کرد از، حال دون ذالک مثلا جلوگیری کرد از آن، حال دون ذالک باشد بعدش یعنی جلوگیری کرد، یعنی پیش راه فلان چیزا گرفت. و همچنین حال به معنی منع کردن می شود، حال یعنی که منع کرد، حال به معنی منع کردن هم می آید. حال یحولو، یحولو فعل مضارعش می شود، حیلولتون مصدرش می شود. پس حال یحولو از 22 باب صرفی بابی دوم، بابی یکم هست، بابی نصر ینصر است، این اجوف است. حال یحولو اجوف است، رنگ قال یقولو است، اجوفی واوی است. بعدش میگوید مکانون، مکانون یعنی مکان، با توش که مکان میگم جای، امکنتون مکانها جایها، مکان العملی جای کار، عالمون، عالمون عالم، با توش که ما شما عالم میگیم، علماء عالمها، عالم یعنی دانشمند، علما دانشمندها، جاهلون، جاهل با توش که جاهل میگیم نادان، جهلاء نادانها جاهلها، ممثلون، ممثلون یعنی که به ادبی اگر ترجمهش کنیم هنرمند، یعنی اکتیار، ممثلون اکتیار هنرمند. ممثلون جمع مذکر سالم شده است اکتیارها، ممثلون اکتیارها هنرمندها. بعدش میگه قادرون، قادرون یعنی توانا، قادرون یعنی توانا، قادرون تواناها، قادرون جمع مذکر سالم تواناها. کما تعرفو چطوره که میدانی تو، کما چطوره که تعرفو میدانی تو، کما تعرفو چطوره که میدانی تو. بعدش میگه اداءون، این اداءون به معنای ادا کردن میاد، یعنی مصدر است، ادا یؤدی اداءون ادا کردن، این مصدر است. همچنین به معنای سپاریدن هم میآید، اداءون یعنی سپاریدن، چطوره که در بالاتر ذکر کردیم ادا الامتحانه، ادا یعنی که ادا کرد امتحان را یا سپارید امتحان را، ادا یعنی سپارید امتحان را.
پس ادا یؤدی مصدرش میشه است اداء. اداء مصدر بوده است. یعنی از باب چند است گفتیم ادا یؤدی رو؟ از باب هشتم، از باب فرح یفرحو مصدرش میشه است اداء. ادا یؤدی اداء. بعدش میگه خطیر. خطیر یعنی خطرناک. خطیر خطرناک. بعدش میگه استعد. استعد یعنی آماده شد. استعد فعل ماضی است به معنای آماده شد. فعل مضارعش میشود یستعد. آماده میشود. یستعد آماده میشود. مصدرش میشود استعداد. آماده شدن. استعداد یعنی آماده شدن. پس استعد یستعد استعداد از 22 باب صرفی باب 15 است. باب استخرج یستخرج استخراج هست. بعدش میگه من الان از حال حاضر. من الان یعنی از حال حاضر. دون به معنی غیر است. دون زیدین غیر زید. دون به معنی غیر است. مثلا دونه غیر وی. یا دونه به معنی الا هم میآید. دونه الا هو یعنی مگر وی. بعدش میگه صحیح. صحیح و توجکه میگیم صحیح درست سالم. هل هذا صحیح؟ آیا این درست است؟ هل هذا صحیح؟ آیا این درست است؟ بعدش میگه ترک عمله الى وقت آخر. ترک عمله الى وقت آخر یعنی ترک کرد عملش را به وقت دیگر. واگذاشت. ترکه واگذاشت عملش را. ترکه به اونای ترک کرد واگذاشت عمله عملش را کارش را الى وقت آخر به وقت دیگر. آخر دیگر به وقت دیگر. پس این است کلمه های نوی درس 67. با همین کلمه های نوی درس 67 با آخر رسید و پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 67. صاحب کتاب میگوید زعموا انک زرت امریکا 3 مرات. میگه گمان کردن یا اعتقاد کردن هر آینه تو زیارت کردی امریکا رو 3 بار. گمان کردن هر آینه تو انک هر آینه تو زرت زیارت کردی تو امریکا رو 3 مرات 3 بار. میگه فهل هذا صحیح؟ آیا این صحیح است؟ آیا این صحیح است؟ میگه نعم بله آره صحیح صحیح است درست است. بعدش میگه ولكن لا 3 مرات بل مرتين. ولیکن میگه نه 3 بار بلکه 2 بار. یعنی امریکا را 2 بار زیارت کرده است. ولیکن میگه ولیکن لا 3 مرات نه 3 بار بل مرتين بلکه 2 بار. بعدش میگه فهل لك ان تصفها لنا. آیا میتونی تو این که صفت کنی وی را برای ما؟ فهل لك آیا میتوانی تو ان تصفه این که صفت کنی. تصفه گفتن اصل توصیفه بود. در بین ت و صاد حرف واو است. یعنی که وصفه یصفو اصل یوصفو بود. توصیفو بود. اینجا واو حذف کردیم. ان تصفه این که وصف کنی تو ها وی را یعنی امریکا را. اینها برمیگرد به امریکا. وصف کنی تو امریکا را برای ما لنا برای ما. فهل لك ان تصفها لنا. پس آیا میتوانی تو صفت کنی برای ما امریکا را؟ میگه صف لنا صناعتها و زراعتها و مناخها والمسلمین فيها. صف فعل امر است. وصف یصفو فعل امر میشه صف یعنی صفت کن. صف لنا صناعتها صفت کن برای ما استحصالاتشان را. صناعتها استحصالاتشان را. و زراعتها یعنی و زراعتهایشان را کشاورزیشان را. و مناخها و باد و هوایش را. و المسلمین فیها و مسلمان هایی که در آنجا هستند در امریکا هستند. اینها همش برمیگردد به امریکا. صناعتها یعنی استحصالات امریکا را. زراعتها زراعتی کشاورزی امریکا را. مناخها باد و هوای امریکا را. فیها یعنی در همون امریکا
مسلمان هایی که در امریکا هستند. صف لنا صناعتها و زراعتها و مناخها و المسلمین فیها. صفت کن برای ما استحصالات امریکا را و زراعت و کشاورزی امریکا را و باد و هوای امریکا را و مسلمانانی که در امریکا هستند. میگوید لولا مساعدتك لی ولولا نصائحك لرسبت في الامتحان ولخسرت هذه السنة كاملة. لولا مساعدتك، یعنی اگر کمک تو نمی بود برای من، لی برای من، لولا مساعدتك لی، اگر نمی بود کمک تو برای من، ولولا نصائحك، اگر نمی بود نصیحت های تو، لرسبت فی الامتحانی، حتما ناکام می شدم در امتحان، حتما می غلطیدم در امتحان. ولخسرت هذه السنة کاملة، و حتما زیان می دیدم این سال رو پر کامله، یعنی یک سال ضرر می دیدم اگر در امتحان نمی گذاشتم. اکنون گفتیم که بعد لولا مبتدا می آید، خبر واجب است که محذوف شود، یعنی ذکر کردن خبر جایز نیست. ببینید لولا مساعدتو مبتدا است، مساعدتو که مضاف که مضاف الیه، لی جار و مجرور متعلق به مساعدتو، مساعده. ببینید اکنون مساعدتو مبتدا باشد، خبرش در کجا است؟ شما دقت داده باشید ترجمه دا گفتیم لولا مساعدتک لی، اگر نمی بود، کلمه نمی بود در کجا است؟ کلمه نمی بود در اینجا عربی ها ذکر نشده سعی. اگر نمی بود کمک تو برای من، همین نمی بود، ببین در ترجمه ما گفته سمش اما در عربی نیست. اینجا در اون نمی بود حذف شدگی است، همون نمی بود خبر است. مساعدتک مبتدا است، موجودون خبر می شود. لولا مساعدتک لی باید این طریق باشد، موجودون. ببینید موجودون، ان همین کلمه موجودون خبر، یعنی همین مبتدای مساعدتک است. مساعدتک مبتدا بود، موجودون خبرش است. لیکن این خبر واجب است که حذفش کنیم. این خبر واجب است که چیکارش کنیم؟ حذفش کنیم. اختیاری نیست، اجازت نیست، واجب است. پس این نوشتگی را در جاش میمونیم در داخل قوس تا اینکه کسان کتاب را میخونن پس بیاچون داشته باشن. لولا مساعدتک لی، اگر نمی بود کمک تو برای من، ولولا نصائحک، اینجا دا ببینید نصائحک مبتدا خبرش در کجا است؟ در اینجا دا باید اگه موجودون است. دقت دادید؟ موجودون خبر محذوف از رنگ این موجودونی اول برای بعد لولا است. لرسبت، انا لام جوابی لولا میکنش. این لامی که لری میبینید، نام این لام جوابی لولا است. بعد لولا اینطور لام میآید، دیدید؟ لام جوابی لولا. لرسبت فی الامتحانی، یعنی حتما میغلطیدم، ناکام میشدم در امتحان. ولا خسرت، اینم عطف در جای رسبتو که است، با لامی لولا را یا بار دیگر ذکر کرده هستند. ولا خسرت هذه السنة کاملة، و حتما زیان میدیدم این سال رو پره. بعدش میگوید عندنا فی شهر القادم امتحان و سأرسب فیه ان لم استعد لادائه من الان. یعنی که میگوید که عندنا، یعنی دار ما، فی شهر القادمی، ماه آینده، داره ما در ماه آینده یا ماه آینده امتحان داره میگد. و سأرسبو، و ناکام میشوم، فیه در همون امتحان، این لم استعد لادائه من الان، اگر که آمادگی نبینم، این لم استعد آماده نشوم، آمادگی نگیرم، تیاری نبینم، لادائه برای ادا کردنی، برای سپاریدنی امتحان. ادائه اینهی برمیگردد به امتحان، برای ادا کردن امتحان، برای سپاریدن امتحان. من الان، از حال حاضر، یعنی از حال حاضر اگر که آمادگی برای امتحان نبینم، سأرسبو، میافتم، میغلطم، ناکام میشوم. عندنا فی شهر القادم امتحان،
یعنی داریم ما در ماه آینده امتحان، اگزامین، آزمایش. و سأرسب فیه، می افتم در و فیه هی هم برمیگه به امتحان و می غلطم در همون امتحان، ناکام میشم در امتحان. این لم استعد لادائه، اگر که آمادگی نگیرم برای ادا کردن امتحان، من الان، از حال حاضر. بعدش میگه نترك هذا الحديث الى وقت آخر لأني مشغول الآن بعمل آخر وسيكون عندي متسع من الوقت لاستماع الى حديثك. لاستماع الى حديثك، اینجا همزه غلط است، لاستماع اینه، لاستماعی، زیرا که استماع یستمعو، استماعون الفش همزش همزه وصل باشه باید. لاستماعی به این طریق، لیس. اکنون چی میگوید؟ میگوید که نترکو هذا الحدیث، یعنی که میگذاریم این سخن رو، ترک میکنیم این سخن رو، الى وقت آخر، تا به وقت دیگر. الى وقت آخر، آخر صفت وقت است. آخر غیر منصرف کس برای خود کسره را قبول نمیکند، تنوین قبول نمیکند، این صفت وقت است. الى وقت آخر، تا وقت دیگر. لانی مشغول الان بعمل آخر، زیرا اینکه من بند هستم، مشغول هستم حال حاضر به کار دیگر. آخره با صفتی عمل است، بعمل آخره، به کار دیگر. و سیکون عندي متسع من الوقت لاستماع الى حدیثک، و بزودی می باشد نزد من، یا بزودی می توانم پیدا کنم من متسع من الوقت، یعنی وقت فراغ، وقت زیاد، لاستماع الى حدیثک، برای گوش کردن سخن تو. لاستماع برای گوش کردن، الى حدیثک به سخن تو، به گپ تو. نترک هذا الحديث الى وقت آخر، میگذارم این سخن را به وقت دیگر. لانی مشغول الان بعمل آخر، زیرا اینکه من بند هستم حال حاضر به کار دیگر. و سیکون عندي متسع من الوقت لاستماع الى حدیثک، و بزودی می باشد برای من وقت فراغ برای گوش کردن به سخن تو، به گپ تو. بعدش میگوید هل قمت بواجب البیت، هل قمت بواجب البیت، یعنی آیا انجام دادی تو وظیفه خانگیت را. این بره برای تعدیه هست، ترجمهش نمی کنیم. هل قمت بواجب البیت، یعنی آیا انجام دادی وظیفه خانگی را. میگوید که لا لم اقم به لم يكن عندي متسع من الوقت لذلك. میگه لا لم اقم به، نه انجام ندادم وی را. این بیره ترجمه نمیکنیم، با برای تعدیه است، با بای تعدیه است. هیره وی را ترجمه میکنیم. لا لم اقم به، نه انجام ندادم وی را. لم يكن عندي متسع من الوقت لذلك، نداشتم من وقت فارغ، یا که وقت زیاد، من وقت زیاد، متسع من الوقت یعنی وقت زیاد، لذالک برای آن، وقت زیاد میگه برای آن من نداشتم، یا وقتی کافیه، وقتی فارغه، وقت زیادیه، برای اون نداشتم. لا لم اقم به، نه انجام ندادم وی را. لم یکن عندي متسع من الوقت لذالک، نداشتم من وقتی کافی برای آن. بعدش میگوید اراد لقائی فلقینی فی مکان عملی و اردت لقاءه فلقیته و هو ذاهب الى المسجد. میگوید که اراد لقائی، خواست وی، اراد خواست وی، فعل ماضی، خواست وی لقائی، لقای من را، ملاقات کردن من را، واخوری با من را. فلقینی، پس واخورد با من، پس ملاقات کرد وی با من، فی مکان عملی، در جای کارم، در مکان کارم، در جای کارم. و اردت لقاءه، و خواستم من واخوردن وی را، ملاقات وی را. فلقیته، پس واخوردم با وی،
پس ملاقات کردم با وی و هو ذاهب الی المسجد و اون در حال رفتن به سوی مسجد بود. این واو حالیه میگیم. و در حالی که اون رفته ایستاده بود به سوی مسجد. و در حالی که اون رفته ایستاده بود به سوی مسجد. اراد لقایی، خواست وی واخوری با من را. فلقینی فی مکان عملی، پس واخورد با من در جای کارم. و اردت، دال را ببینید اینجا در دال ساکن هست، اردت، اما دال با ت هر دو اینها در مخرج، در برآمدن حرف بسیار نزدیکی هست. پس دال اما در تلفظ نمیگیم و پس که چی میگیم؟ میگیم اردت. دقت دادید؟ اردت، یعنی دال تلفظ کردن نمی شود بلکه دال در تا ادغام میکنه. پس این طریق می شود اردت، اردت. برای دال و ت، دال ت مخرجشون یک هستند در وقتی تلفظ کردن. دال ت ببینید مخرجشون یک است. بعد ایرا ادغام متماثله اینش میکنیم. ادغام متماثله در مخرجشون که دال و ت را مخرجشون به یکدیگر نزدیک است، یک خلکی هست، در او ادغام میکنیم. پس دال نمیخونیم. اصلا دال ساکن است، چطوری که شما میبینید دال ببینید ساکن است، اما دال تلفظ نمیکنیم. پس دال در ت اما می نویسیمش اردت لقاءه، ولکن خواستم من لقاءه واخوردن با وی را. فلقیته، پس واخوردم با وی و هو ذاهب الی المسجد، و او در حالی که به سوی مسجد میرفت. بعدش میگوید که هذا الرجل عالم و هذا جاهل، این مرد میگد عالم است، دانشمند است، و این جاهل است، بیسواد است، نادان است. هذا الرجل عالم، این مرد عالم است، و هذا جاهل، و این جاهل است و این نادان است. من این علمت انه جاهل؟ اکنون سوال میتید من این علمت انه جاهل؟ از کجا، این کجا، از کجا علمت دانستی تو انه جاهل، هر آینه وی بیسواد است، جاهل است، نادان است. من این علمت انه جاهل، از کجا دانستی که هر آینه اون جاهل است؟ علمته من قوله انا عالم، من قال انا عالم فهو جاهل. میگه علمته، دانستم وی را، من قوله از سخنش، من قوله از سخنش، علمته من قوله دانستم وی را از سخنش. انا عالم، سخنش همین بوده است، گفته است که انا عالم، یعنی من عالم هستم. هر کسی که میگه من قال، هر کسی که بگوید انا عالم، من عالم هستم، کسی خودش بگوید که من عالم هستم، فهو جاهل، پس اون انسان جاهل است. چطوری که تکفیرها را میبینید خودشون ماجستر میگن و دکتر میگن و عالم میگن، به سوادای جاهلای کورسوادها. پس این قول تعلق دارد، یا این ضرب المثل که کسی بگوید عالم است اون جاهل است، تعلق بین این به سوادها یا که گوینده غالبین انا همین تکفیری های خارجی های کلاب اهل نار هستند که خودشون عالم و دکتر و ماجستر میگیرند. الله هدایت چون کند اگر لایق هدایت هستند. علمته من قوله، میگه دانستم وی را از سخنش. میشه و علمه را به معنی پی بردم بگه میشود. علمته یعنی پی بردم، پی بردم، من قوله از سخنش، از سخنش. انا عالم، میگه گفت که من عالم هستم. من قال، هر کسی که بگوید، من هر کسی که قال بگوید انا عالم، بگوید که من عالم هستم، فهو جاهل، پس وی جاهل است، وی بیسواد است. یعنی که عالم هیچ معنی گپ رو نمیگوید، دانشمند هیچ معنی نمیگه که من عالم هستم. انسان چی قدر که بخواند همون قدر تواضعش پایان می شود. انسان چی قدر بیسواد شد همون قدر کبر و غرورش بالا می شود. پس این کبر و غروری که من عالمم گفته میگردد، انسان های بیسواد هستند و انسان های جاهل هستند که این سخن رو میگویند، اما عالم های این گپ رو نمیگوید. میگه که هو کما تعرفو غیر قادر علی اداء هذا الواجب، میگه که وی چطوره که میدانی تو غیر قادرین، یعنی توانایی ندارد، قادر نیست
یا نمیتواند علی ادای هذا الواجبی، ادا کردن این واجب رو. وقتی بگیم قادر نیست، غیر قادرین قادر نیست علی ادای هذا الواجب، پس میگیم برای ادا کردن این واجب، این وظیفه. اما اگر غیر قادرین بگیم که نمیتواند، پس علا را ترجمه نمیکنیم. نمیتواند ادا کردن این واجب را، ادا کردن این وظیفه را. دقت دادید؟ یعنی وابسته به ترجمه. اگر غیر قادر بگیم توانا نیست، پس علا را ترجمه میکنیم. قادر نیست، توانا نیست برای، علا برای ادا کردن این وظیفه. اما غیر قادرین بگیم که قوه ندارد، توانایی ندارد، غیر قادرین یعنی نمیتواند، اگر ترجمهش کنیم نمیتواند، پس علا را ترجمه نمیکنیم. نمیتواند ادایی هذا الواجبی را ترجمه میکنیم که ادا کردنی، ادا را گفتیم مصدر است، ادا کردنی این وظیفه. نمیتواند ادا کردن این وظیفه را، ادا کردن این وظیفه را. هو مبتدا است، غیرو خبر است. دقت بدید، کما تعریفو جمله هست که در بین مبتدا و خبر داخل شده است. اینا میگن جمله اعتراضیه. جمله اعتراضیه در بین مبتدا و خبر داخل می شود، یا در بین فعل و فاعل می دراید. خلاصه در بین جمله می دراید. این جمله جمله اعتراضیه هست. هو کما تعریفو غیر قادرین. اصل این طور است، هو غیر قادرین علی ادای هذا الواجبی. هو میگه وی چطوری که تو میدونی ویا غیر قادرین توانایی ندارد، غیر قادرین توانایی ندارد. بعدش میگه الله قادر علی کل شیء، یعنی الله سبحانه و تعالی قادر است برای همه چیز، الله توانا است برای همه چیز. بعدش میگه انظر هل توجد اغلاط فی هذه الجمله. انظر یعنی نگاه کن، انظر نگاه کن، فعل امر. نظر نگاه کرد، یعنی انظروا نگاه میکند. انظر فعل امر است، نگاه کن. این از یکم باب 22 باب صرفی است. رنگ نصر ینصر انصر. انظر نگاه کن. هل توجد اغلاط فی هذه الجمله، آیا هست غلط های در این جمله؟ هل توجد آیا یافت می شود، آیا هست، آیا پیدا می شود اغلاط غلط ها، خطا ها فی هذه الجمله در همین جمله. انظر هل توجد اغلاط فی هذه الجمله، نگاه کن آیا پیدا می شود خطاها در این جمله. میگه نعم، میگه بله. لک فی هذه الجمله ثلاثه اغلاط. میگه لک، لک اینجا میگیم داری تو، لک داری تو. لک فی هذه الجمله، داری تو در همین جمله ثلاثه اغلاط، سه خطا. یعنی جمله را نوشته بوده است، پرسیده است که نگاه که در همین جایگان غلط است. میگه لک فی هذه الجمله ثلاثه اغلاط، یعنی داری تو در همین جمله سه تا خطا، سه خطا داری. میگه اما الغلط الاول فخطیر دون الثاني والثالث. ببینید اما الغلط الاول، اما میگه غلط و خطا یکم، سه غلط داشته است که میگه یکمش. اما الغلط الاول، اما غلط و خطا یکم فخطیر، پس بسیار خطرناک است، بسیار خطرناک است. شاید مسئله عقیده‌ای بوده است که میگه خطیر است، یعنی که یگون مسئله به معصیت کشاندن بوده است که میگه خطیر است. دون الثانی و ثالثی، نه دویم و سیوم، دون نه یا غیر دویم و سیوم، یعنی یکمش خطرناک است اما دویم و سیومش خطرناک نیست، دویم و سیومش خطرناک نیست. پس این هست درس 67. این اما را درس گذشته گفته بودیم که امای تفصیلیش میگن. این اما تفصیلیه میاد. این فای است که بعد از اما ذکر کرده می شود. این فا را فای رابطه میگویند. این در کتاب قطر خوانده می شود و مسئله نحوی و گراماتیکی است. پس این بود درس 67. با همین درس 67 در اینجا به پایان میرسانم. تا درس آینده یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.